امروز از تو یاد گرفتم که گفتی که یکی از مهمترین مهارت‌هایی که این نفر باید داشته باشه کوچینگه. کوچینگ این قطعاً. کوچینگ چیه؟ کوچینگ یک مهارت میان رشته‌ایه. بین کدوم رشته ها اومده قسمت‌های کاربردی مدیریت و روانشناسی و انسانشناسی و فلسفه و اینها رو در آورده، جمع کرده و اومده یک مهارت عملیاتی اجرایی درست کرده که در دسته مهارت‌های مثلا نصفاً تو تصمیم نه هستی. در من مهم منم. انسان‌ها قرار میگیره با اون چیزای ابزارهای کاربردی که گفتم از اون رشته‌ها گرفته به آدم‌ها کمک میکنه. حالا نتیجهش چی بشه؟ نتیجهش این بشه که استعدادشون شکوفا بشه، به بالاترین سطح از پتانسیل خودشون برسن. مثلا یه سوال دارم، چقدر شما پتانسیل و استعداد دارین؟ من که همه میدونن خیلی. چند درصدش استفاده میکنید؟ 20%. کوچینگ در کنار شما قرار میگیره که این 20% بکنی 80%.